در این ویدیو از راکسس به بررسی این نکته میپردازیم که بهترین وایت بورد شیشه‌ای چیه. برای پاسخ به این سوال باید ببینیم که وایت بورد شیشه‌ای ما در چه مکانی قرار نصب بشه. چون مکانی که قرار وایت بورد شیشه‌ای در اون قرار بگیره تاثیر خیلی مهمی در انتخاب رنگ، انتخاب سایز و همچنین پایه‌دار یا دیواری بودن محصول ما داره. بهتره که پرسش خودمون رو تغییر بدیم و بگیم بهترین وایت بورد شیشه‌ای برای مکان ما چیه. در ادامه این ویدیو چند مکان و بهترین وایت بورد شیشه‌ای برای اونها رو بررسی می‌کنیم. با ما همراه باشید. اولین مکانی که می‌خوایم بررسی کنیم فروشگاه هستن. در اکثر فروشگاه تخت وایت بوردی برای یادداشت حساب و کتابا می‌بینید و چه بهتر که این تخت وایت بورد با گلاس بورد جایگزین بشه تا هم زیبایی فروشگاه ما صدچندان بشه، هم با این کارآمدی بالای گلاس بوردها مدیران فروشگاه در امر حساب و کتاب راحت تر باشن. معمولا در فروشگاه ها دیوارهای کمتری وجود دارن، پس بهتر از ابعاد کوچک گلاس بورد مثل 50-70 و یا 60-90 استفاده کنیم و یا اینکه از نمونه های پایه‌دار گلاس بورد استفاده کنیم. بهترین وایت بورد شیشه‌ای در بیمارستان ها. به خاطر رعایت بهداشت در بیمارستان ها بهتره که به جای تخت وایت بورد های معمولی از وایت بورد های شیشه‌ای دیواری استفاده کنیم که قابل شستشو هستن. بهترین وایت بورد شیشه‌ای برای اتاق پرستاری یک گلاس بورد دیواری سفید در ابعاد 70 سانتی و برای بالای تخت بیمار یک ابعاد کوچیک‌تره که میشه عنوان‌هایی مثل نام بیمار، پزشک معالج و حتی درمان مورد نظر رو هم روی اونها چاپ کرد که هر بار نیاز به پاک کردن و نوشتن مجدد اونها نباشه. بهترین وایت بورد شیشه‌ای در دفاتر اداری. بیشک همه ادارات و شرکت‌ها در اتاق‌های مختلفشون به تخت وایت بورد احتیاج دارن و در شرکت‌های خصوصی زیبایی دفتر کار بسیار اهمیت داره. به همین منظور گلاس بوردهایی با رنگ هماهنگ با پس زمینه دفتر کار به شدت اون محیط رو زیبا میکنه. ابعاد پیشنهادی برای دفاتر اداری 70-100 و 80-120. بهترین وایت بورد شیشه‌ای برای سازمان ها. در سازمان ها و ارگان های دولتی هم همچون شرکت های خصوصی توی همه اتاق ها به تخت وایت بورد نیازه. بهترین انتخاب توی سازمان ها رنگ کلاسیک سفیده که همراه با لوگوی رسمی اون سازمان آماده شده باشه. بهترین سایز برای سازمان های دولتی سایز 80-120. بهترین وایت بورد شیشه‌ای در آموزشگاه ها. لازمه هر آموزشگاه داشتن یک تخت وایت بورده. آموزشگاه ها در همه محیط هاشون نیاز به تخت وایت بورد دارن و به دلیل استفاده بالا داشتن وایت بورد های با کیفیت برای اونها بسیار مهمه. در آموزشگاه ها چشم دانشپذیران در ساعات طولانی با تابلو وایت بورد درگیره، پس بهتره که از رنگ های روشن و خنثی استفاده بشه. بهترین وایت بورد شیشه‌ای برای مدارس و دانشگاه ها. ابتدا باید بگیم که وایت بورد های شیشه‌ای چون از شیشه های سکوریت و نشکن تولید شدن کاملا برای استفاده در مدارس ایمن هستند. در مدارس هم مانند آموزشگاه ها گلاس بورد های با رنگ خنثی پیشنهاد میشه. در مدارس و دانشگاه بهترین کار استفاده از گلاس بورد های با ابعاد بزرگه. حتی میتونیم از گلاس بورد هایی که روی ریل سوار شدن هم استفاده کنیم. بهترین وایت بورد شیشه‌ای در آموزشگاه های آرایشی. دیوارهای سالن‌های آرایشی با آینه‌های متعدد پوشیده شدن و کمتر فضایی برای نصب وایت بورد در اونها وجود داره. از طرفی در آرایشگاهایی که امر آموزش هم در اونها صورت میگیره نیاز به یک تخت وایت بورد یا یک وایت بورد شیشه‌ای حس میشه. حال به دلیل کمبود فضای خالی روی دیوارها بهتره که از وایت بوردهای شیشه‌ای پایه‌دار استفاده بشه. پایه مدیریتی برنا بهترین گزینه برای سالن‌های آرایشی و پایه دو طرفه نیکان بهترین گزینه برای فضاهای بزرگتر به حساب میاد. هدف ما در فروشگاه راکسس تولید وایت بوردهای مختلف و متنوع برای نیازهای مختلف و گوناگونه. اگر هنوز وایت بورد شیشه‌ای مناسب با حرفه خودتون رو پیدا نکردین، از طریق راه‌های ارتباطی با ما در ارتباط باشید.